مهمترین فرودگاه افغانستان که آمریکایی‌ها 3 هفته قبل بخش‌های زیادی از آن را تخریب کردند و رفتند، دوباره برای مسافران پروازهای داخلی و خارجی باز شده است. در هفته‌های گذشته تیم‌های فنی از کشورهای قطر و ترکیه در راه‌اندازی دوباره فرودگاه کابل مشغول بودند. کابل هوایی میدان که یو تعداد آمریکایی ځواکونه بخش عمده‌ای از آسیب‌هایی که آمریکایی‌ها به فرودگاه کابل وارد کرده بودند دوباره ترمیم شده و تامین امنیت فرودگاه به عهده خودمان است. با این حال هنوز فرودگاه بین‌المللی کابل برای پروازهای شبانه آماده نشده و فقط از ساعت 6 صبح تا 6 عصر فعالیت خواهد کرد. در هفته‌های گذشته همزمان با خروج کامل نظامیان آمریکایی از افغانستان، فعالیت‌های فرودگاه کابل کاملا متوقف شده بود. آمریکایی‌ها قصداً زمانی که بیرون می‌شدند هر جایی که دستشان رسیده بود از میدان تخریب کرده بودند. هرگز باید با اشغالگران باور نشود. هرگز اشغالگران کشور ما را آباد نمی‌سازند. این فرودگاه نقش مهمی در رسیدن کمک‌های بشردوستانه برای مردم افغانستان به ویژه در این روزها دارد. در روزهای گذشته چند پرواز تجاری از جمهوری اسلامی ایران و پاکستان به فرودگاه کابل انجام شده است. اداره هوانوردی افغانستان میگوید اکنون فرودگاه کابل برای پروازهای داخلی و خارجی آماده شده است و افغانها انتظار دارند پروازهای بین‌المللی دوباره از این فرودگاه آغاز شود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.